دوستان سلام. تو این ویدیو میخوایم حالا کمپرس گرفتن یه ماشین رو بهتون نشون بدیم، توضیح بدیم که شرایط چطوری کمپرس باید چطوری باشه چطوری نباشه. حالا ما برای کمپرس گرفتن هر موقع دستگاه کمپرسور سنج حالا به اصطلاح بهش میگن نصب میکنیم، رل دوبل رو در میاریم که جرقه نزنه. خب کمپرس تو تمام خودروها حالا بیشترش 90% خودروها باید میزان باشه، کلا همشون هر 4 سیلندر 3 سیلندر باشه 2 سیلندر باشه روی یک عدد خاصی باشه. خب اون عدد خاص حالا تو ماشین ایرانی بیشتر 150 فشار استانداردش کلا 150 به بالا هر 4 سیلندر البته. خب الان نگاه کنید سیلندر یکی این ماشین رو وقتی کمپرس میزنه 150، ماشین تازه تعمیره، کمپرسش 150 گیر میکنه و هیچ مشکلی نداره. احیانا دوستان اگه کمپرس یکی از سیلندرها کمتر بود، برای اینکه حالا بفهمیم مشکل از چیه روغن میریزیم، یه مقدار روغن میریزیم. اگه کمپرس اومد بالا، مثلا کمپرس یه سیلندر 80 بود بقیه‌شون 150 بود، با روغن اگه اون سیلندر اومد بالا یعنی مشکلمون از رینگ خودروه. و کمپرس این سیلندر هم نگاه کنید، این سیلندر هم بهمون 150 رو داد، یعنی هیچ مشکلی نداره. احیانا اگه کمپرس خودروتون حالا خودروی خودتون باشه، مشتری باشه یا هر چیز دیگه زیر 150 بود، 120 تا مثلا 130 تا هر 4 تا احتمال تصمیم تایم داره. تو این موارد خودرو کشش کافی را نداره، یعنی قبل کشش نداره، زور خودرو کم شده، موتور اندازه قبل کار نمیکنه، فشارش خوب نیست. تو این موارد احتمال 90% تصمیم تایم خودرو رد کرده. حالا دندانه‌ای باشه، یه دندونه باشه، دو دندونه باشه، چک کنید. سیلندر هم دوباره نگاه کنید، کمپرس این سیلندر رو هم من 150 تاکید میکنم خودرو آقا تازه تعمیره. دوستان کمپرس حالا بعضی از خودروها 150 تا هم رد میشه، گاهن بوده 170 تا 200 اگه 4 تا میزان باشه تو خیلی از خودروها حالا مشکل نیست، F7 مخصوصا. در کل کمپرس خیلی چیز مهمی برای اینکه عیب ماشین تشخیص بدین. گفتم اگه روغن ریختیم اومد بالا اون کمپرس یعنی مشکل و از رینگه، ولی اگه نیومد بالا شیمش رو چک کنید. اگه شیم هم نبود احتمال داره مشکل از سرسیلندر موتور باشه. ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، در صورت امکان زنگوله هم بزنید که از ویدیو بعدیمون آگاه بشید.